در قسمت بعد از اینکه آزمایش‌های پزشکی دوباره اومد، یعنی اول پرونده رفت زیر دست افسر نگاه کرد، دید که تمام امتیازاتو میاره، بعد مدیکال میده، مدیکال نتیجهش میاد، بعد دوباره چک امنیتی میفرسته اداره امنیت. همه اینا که دوباره اومد پیش دست افسر، دوباره افسر بر اساس همه اینا که نگاه میکنه میگه خب حالا شما پاسپورتتون رو بفرستید که ما ویزا رو صادر بکنیم. اینی که بعد که ویزا رو صادر میکنی یک برگه‌ای هست به نام Confirmation for Permanent Residency، اون برای شما میفرسته و یک ویزایی میزنید تو پاسپورتتون. بعد شما با اون ویزا شما و اعضای خانواده‌تون با هم میاد. اینکه شما مین اپلیکن حتما باید موقع اومدن به کانادا حتما مین اپلیکن باید اول بیاد، یا اینکه با خانواده بیاد. یعنی اگر شما مین اپلیکن متقاضی اصلی هستید و ویزا اومده، مثلا شما وقت نداری، شما نمیتونید همسرتون و بچه‌هاتون اول بفرستید. شما میتونید اول بیاد بعدن اونا بیان، ولی نمیتونید اونا رو اول بفرستید. همه خانواده میان. در اون مدارکی، اون پکیجی که به شما سفارت میده توش لندریتون هست و تمام یه سری اطلاعات هست و ویزاتون که توی پاسپورت خورده. بعد که وارد کشور کانادا میشید، در مرزهای کشور شما رو راهنمایی میکنن، میرید به قسمت مهاجرت تو اون فرودگاه. بعد افسر اون یه مراسمی رو انجام میده، میگه تمام این چیزایی که در لنددیتون یا Confirmation for Permanent Residency نوشته آیا اینا درسته، آیا همه این چیزایی که این تو هست درسته. بعد شما امضا میکنید، بعد افسرم امضا میکنه و به شما میگه Welcome to Canada و خوش آمد میگه و بررسی میکنید و بعد میاد یکی یکی شروع میکنید به چیزای دیگه. بعدش PR کارتتون رو اتومات میفرستن برای اولین بار به آدرسی که میدید. این به طور مشخص چیزهایی بود که در ارتباط با پرونده اسکیل ورکر یا مهاجرت از نظر تخصصی بود. خدمتتون عرض کنم که بسیار مهم هستش که آدم دقت داشته باشه، بسیار مهم هستش که آدم آمادگی داشته باشه، بسیار مهم هستش که اون سوالا رو به طور مشخص پاسخ بده، بسیار مهم هستش که در مثلا فرم ها پرسونال هیستوری هیچ گپی وجود نداشته باشه، بسیار مهم هستش که این آدرس ها همه کامل باشه از سن 18 سالگی. همه این اطلاعات این بسیار مهم هست و مدارک بسیار مهم هستن. اینکه آدم هر گونه تغییر آدرس، تغییر وضعیت تأهل، تغییر اگر فرزنددار میشه، همه اینها بسیار مهم هستن در یک پرونده. اینکه پرونده چجوری، چقدر تمیز ارائه داده میشه، چقدر مرتب ارائه داده میشه، اینکه شما از همه این چیزا کپی داشته باشید، همه مستند داشته باشید. برای فرستادن هر گونه اپلیکیشنی با یه دونه تمرین کار نکنید، بلکه همه اینها سفارشی باشه. اینا نکاتی هستن که بسیار مهم هستش برای موفقیت پرونده. سالانه میلیون ها پرونده فرستاده میشه به اداره مهاجرت. کشور کانادا تقریباً 235,000 تا هر سال مهاجر میپذیره. اینکه چقدر مهم هستش که ما جزو اون 235 تا باشیم یا نباشیم، این بسیار مهم هستش که پرونده رو چجوری ارائه میدیم. اینه که به نظر من مهاجرت بسیار مقطع بزرگی توی زندگی همه انسان هستش که میخوان مهاجرت بکنن هست. سهلش نگیرید. هر چیز ساده‌ای میتونه سخت باشه اگر کسی بلد نباشه. اینه که بسیار مطالعه بکنید اگر میخواید پرونده ای رو ارائه بدید. بسیار نکات رو یکی یکی دقت بکنید. کسایی هستن که بسیار من دیدم که فرستادن خودشون بنده‌های خدا و به خاطر اون ریزه‌کاریایی که اداره مهاجرت میخواد و دقتی که میخواد انجام ندادن و پروندهشون رد شده. نامه کاری بسیار مهمه که چجوری نوشته میشه، چجوری ارائه میشه، فرمی که داده میشه، چجوری شرح وظایف، بسیار مهمه. اینه که به سادگی نگیرید، چون شما حسابش کنید میفرستید و بعد از یه مدتی نتیجه خوبی نخواهد داشت. بعضیا ممکنه بپرسن با توجه به قانون جدید اداره مهاجرت گفته از اون موقع که قسمت دوم شما فرما رو میفرستید برای ویزا پست، تقریباً بین 6 ماه تا 1 سال نتیجهش میاد. نشون داده شده که یه همچین کاری دارن میکنن، تقریبا این پروسه. اما اینکه کسی اداره مهاجرت به هیچکی
زمان بررسی پرونده رو نمیده و هیچ کسی نمیتونه هیچ گارانتی بکنه در ارتباط با زمان بررسی پرونده. اما اینکه چجوری آدم قشنگ، من یه دونه فایل یا مثلا سپتامبر بود فرستاده بودم، همین سپتامبر 2009، دیروز مثلا مدیکالش اومد. ببینید اصلا نه مصاحبه نه هیچی مدیکال. اینکه چجوری قشنگ پرونده فرستاده میشه، ببینید در عرض 5 ماه میتونه جمع بشه. اینکه آدم بعد پرونده رو بفرسته همینطوری طول میکشه. زمان بررسی پرونده دست خودتون هست، با دقت نظر، با دیسیپلین، با تمیزی که ارائه میدید. امیدوارم اطلاعاتی که در خدمتتون گذاشتم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگر سوالی داشته باشید من در خدمتتون هستم. از طریق ایمیل و تلفن زنگ بزنید تا من اگر بتونم کمکی بکنم. در اینکه بیننده برنامه بودید از شما تشکر میکنم. Immigration is one of the most important decisions of a human life. We should not take that lightly. Canadian immigration law and regulation can be complicated. It varies from time to time and it changes between different visa offices. We don't want to jeopardize our future and the future of our family. The team of professionals, dedicated and experienced at Globex Group Immigration Office is here to help you in every step of the way. دفتر مهاجرتی گلوبکس گروپ با تیمی حرفه‌ای و مجرب در خدمت شماست. بررسی دقیق و کامل شرایط شما و انتخاب مناسب‌ترین و سریع‌ترین روش که موفقیت شما را برای مهاجرت به کشور کانادا تضمین می‌کند. حمید کاظمی، عضو رسمی انجمن وکلای مهاجرت کانادا. آماده سازی و تکمیل تقاضانامه و تمامی فرم‌های مربوطه و بررسی و تکمیل کلیه مدارک لازم. اطلاع رسانی و همراهی شما برای آماده سازی رزومه و نامه کاری بر اساس قوانین مهاجرت و مورد قبول اداره مهاجرت کانادا. کار حرفه‌ای را از تیم حرفه‌ای ما بخواهید. پیگیری مستمر پرونده مهاجرتی شما از زمان تشکیل تا زمان صدور ویزای مهاجرت. حمید کاظمی، عضو رسمی انجمن وکلای مهاجرت کانادا. شماره‌های تلفن 416 225 3021 و 416 525 1115 و وبسایت www.globximmigration.com، ایمیل info@globximmigration.com.